چی بسیار کاری که لذتش برود و گناهش بماند و کاری که رنجش بگذرد و اجرش زیاده گردد. گرفتاری های زندگی زیاد نیستند، اما گرفتاری های کوچک و بی‌معنی ما را مشغول می دارند و رنج و عقوبت می آرند. بزرگان گرفتار چنین گرفتاری ها نشدن را در صبر و تحمل و عقل و تدبیر دانستند. ولی اگر صبر و تحمل نکردیم و عقل و تدبیر نجستیم، چه پیامد ما را انتظار خواهد بود؟ پسرتون در خونه؟ نه، حالا نامده است. نامده است؟ بی وقت شد، پسری من هم نیست. فکر کردم شاید همراه پسرتون باشد. شما خواهید نشوید، پسرتون می‌آید. پسر من هر شب دیر می‌آید. دیر می‌آید؟ بعد شما نمی‌پرسید با کجا می‌رد، در کجا می‌گردد؟ چخیلی نمی‌پرسم. پسر من مشق می‌کند. می‌فهمید؟ مشق. وی می‌خواهد چمپیون شود. مشق می‌کند؟ بله. چخیلی نقص. شاید پسر من همراه پسرتون باشد. نمی‌دونم همسایه جون، شاید. همسایه جان، شما نمی‌تونید یک دقیقه همراه من بیرون بروید. شاید در یکونجا شیشته باشند. شما خواهید نشوید. پسرتون می‌آید. من نمیتونم همسایه جون، من کار دارم. من نمیتونم همراهش شم. میبخشید همسایه جون، میبخشید. خیلی نباشد. خیر. بیایید خونه. شما هم بیایید، خوش آمدید. رحمت کردم. یک تو پسر داری. بچه ها من رفتم دیر شد در خانه جنگ هم میکنم. بله تو را جنگ میکنم.
در این بیوقتی شب در کجا میگردی؟ با جوره هایم بودم. با جوره هایت؟ تو از همون جوره هایت یکان چیزی نقص یاد میگیری؟ و بهترش درس هایت تیار کن. یکان کتاب خون. کنی؟ پیش درو. در خونه گپ زنان میکنی. زود باش. Nasıl? Vera istedi güzel olmaz. Vai, tente ver daha bu Kur'an'ı kadın. زنگ بزنی؟ برا زنگ زدن نمیشه کردم. بچه ها آدم کارتون خوب نیست در این پاس شب. شما خانه و در پدر و مادر دارید یا نه؟ با میگیریم تقا استراحت چی ممکن است؟ ممکن پسرم ممکن، لیکن حاضر ساعت چند؟ ها؟ اینت چیکار کردید؟ همه جا رو پچاق سیلش که پر کردید. این کارتون خوب نیست. شما با ما چیکار دارید تقا؟ برایتون رفتن گیرید رفتمه
یه بچه هستی نکنه بولکتر بچه شما هفته اندام آنها رو در خاطر دارید؟ فقط همون بچه سیپیچکا کندگی را بی نمیشناسم. دیگرانشان دورتر بودند. تقریبا چند ساله بودن اون؟ به فکرم مکتب خون بودند. فهمو گوش کنید خواه انا در این ورق حادثه رخ داده رو مفصل نویسید. هفته اندام، سر و لباس و دیگر عملهای صادر کرده بچه ها رو تصویر نمایید. این برای کافتکاف و سنجش خیلی مهم است. Samadov را گوید که به نزد من در بیاد. خب من انتظار باشم. الو الو کی تقیده؟ تو میدان کی را زدی ها؟ کی تو؟ میدان تو کی را زدی؟ کی را زدم؟ کی دا دست برداشتیه؟ بخیر ها؟ لوی دشمین که بیا با گوزنون بکنیم. این تلفن جای گوزنی نیست فهمیدی؟ مطرح نگاه میکنه من همی لوی دشمین کده فهمیدی؟ تز بیا به قباشه بیا یک بودک با سری من داد زده است. Şaşma, kuşu bir o var.
کجا گم شدی ایبون؟ غیر دیگر انتظار نشه او رو چشم به کوچه برآمدن نمیمونم. بچه او چه بود؟ بس تلفنش کنم. الو. خیلی. کجا گم شدی؟ او ما تو رو انتظاریم. با مشغولیت میروی؟ با ما نمیروی؟ او مکتب تمام شد کو؟ با کجا؟ موچه حتما میماند؟ خیر گوش کن. بگویی ما تو رو در جای هر وقت انتظار میشنیم. اگر نایی بعد از خودت گله کن. فهمیدی؟ موچه اش نمیمونده است. رفتیم بچه ها به جای هر وقت. الو چیکار کردیم از نه مرا نمیمونه شبونه با کوچه برم نه نمیتونم چی؟ مایلش بچه جان نبای پول تلفنم تمام شده است رفته در بیرون پول بگذارم رفت فقط تیز گشته بیا سلام علیکم سلام علیکم. چخیر نه سو سلامتی و خوب اونا نیومدی بچه و چه؟ گفتم که با مشغولیت با درس انگلیسی رفته بودم او انگلی هم میره. رفتیم بچه ها با دیسکتیک در اونجا. تو دیوانه ما رو در دیسکتیک راه نمیدیم. خیلی نباشد کجا رویم؟ بیا با پارک رویم. بیا رفتیم با پارک میرویم رفتیم میرویم مرحمت دروید. رفیق سردار ممکن؟ رفیق سردار دستگیر شده رو آوردم
ضروری ضروری. با شما جواب. گذارید چی نه؟ خوش چی با خیر حدود است؟ این بچه همراه یک گروه جوره‌هایش بود. 2 نفری آنها به ما هجوم کردند و سومکه این رو گرفته گریختند. اینش را باشد ما داشته آوردیم. میدوند، همش رو میدوند و میدوند که آنها کیا بودند. واقعا ها باز از پای معین کردن آن همین گروهی اوباشان و دزدکان بوده. اما کنون همش معلوم میشود. من دزدی نکردم. من فقط همراهشون. شریک هستی. این الکای جنایت است. تلفن داری؟ حاضر به پدرت یا مادرت تلفن میکنی؟ و من دزدی نکردم کو. سومکه های اینها رو دیگرها دزدیدن. نامناسب. آدرسشون رو میدونی؟ میدوند، همش رو میدوند و خودش رو به نادانی میاندازد. او گپ زن آنها کیا بودند؟ شما در سومکه هایتان چی داشتید؟ پول داشتم. حجت هایم بود. تیلواری هایم بود. شنیدی؟ ها؟ برای این اوباشی باید جوابگویی با رفیقانت. این دزدی است. جنایت حسابیده می شود. فهمیدی؟ همراهشان بودی؟ شد تمام همراهشان بودی. این الکای جنایت است. فهمیدی؟ گوش کن. اگر تو با ما نامناسب سراغ آنها را گویی ما آنها را دستگیر کنیم و تعقیب کنیم، اگر در این جنایت شریک نباشی شاید ما تو را جزا نمیدیم. فهمیدی؟ من ببینم چی دارم. تو رو گیری و جات تو گذاشتم رو کارتو. انا با شما ورق انا این قلم حادثه رخ داده رو مفصل نویسید. امضا سراغه هایتان هم گذارید. فهمیدید؟ این گونه عریضه ها الکای زیاد شدند. این دوست بچه ها رو موقعی ها باز کافت و کاب داریم. خب چیکار کنیم من تو را جواب داده نمیتونم. من باید با پدر و مادرت تلفن کرده وضعیت رو فهمم. فهمیدی؟ فهمیدی؟ التماس با پدر محترم زنگ نزنید. برای چی؟ ها؟ خدا ما خواتین شدگیستن که در این پاس شب پسرشان کجا شده باشند. تلفنات رو تیب؟ انا یافتم. با چجا نویستگی. ضرر تلفن تمام شده است کن. هیچ گپ نه. از تلفن خودم زنگ میزنم. الو بچم خودتی؟ نه من از شعبه منطقوی میلیتسیا. چی؟ میلیتسیا؟ بله پسر شما در شعبه ما در کابینت من نشسته است. چخیل بچه من در میلیسه خانه؟ وای در اونجا چیکار میکند؟ گوش کنید خاله، شما خودی حاضر باید به نزد ما بیایید. شما گپ زنید. چی واقع شده است؟ چی گپ شده است؟ حاضر من میبیایم. حاضر. تشکر زیاد. شما میتوانید روید. ما در تماس میشیم.
گوش کن انا به تو ورق و قلم تو هم نویس درباره همون بچه هایی که همراهشون بودی نام و نسبشون در کدام مکتب میخونن فهمیدی؟ یکی این راستشون نویس ما این رو به این نوبت میگیریم فهمیدی؟ سلام چشم همسایه جون نقصی توسی چی شده سران گروهتون کندگی؟ اگر رفته شد؟ بچه‌تون در خونه؟ نه اومده است وقتی اومدنش نشده است چی شد آخه؟ او گفتم که 100 بار گفتم با بچه های بد همراه نشو انا عاقبتش انا چی شده است آخر؟ گپ میزنید یا نه؟ بچه همه میلیسا قپید است با میلیسا خانه بردن نمیدونم چکار کنم بچه‌تون یکون انگوشی کردگیست در ما؟ نه همسایه بچه من هم خیلی بچه نبود وای میلیسا رو من نشناسم участковый با فکرم ها گوش کنید اگر یکون و پرابلم شود زنگ زنید من شاید کمک کرده تمونم روسنی خیلی من رو من باید من باید با اونجا رو التماس همسایه جون التماس من زنگ میزنم مالش زنگ زنید همسایه جون خیلی بچه دو انگوش باشد با من چی؟ من چی گناه دارم؟ مرحمت دروید ممکن دروید زرد شید این بچه پسری شماست؟ گوش کنید خواهد جون پسری شما با یک گروه بچه ها هر شب با آبوشی و دزدی مشغول بودن سلام علیکم مایور میلیسا اسمت و اکرم مرحمت دروید بالا جان پسر شما
барои содир кардани авбошии дуздӣ гумонбар ҳисобида мешавад. چه؟ мо барои дастгир кардани писари шумо омадем. چه خیلی ها باشی؟ چه خیلی دزدی؟ پسری من به این خیلی کارها عقلش نمیرسد. چرا شما تهمت میکنید؟ گوش کنید خاله جان، شما آرام شوید. این تهمت است یا نه ما این را معین میکنیم. با شاهدان واقع روبرو میکنیم. نمیرم. میرویم، با شوبه میرویم. نگذرا. تو خواهد نشم. من حاضر رسیدم میویم. من حاضر میویم. چی کار کنم؟ بعد چند ماه جستجو ما گروه نابالغانی را دستگیر کردیم که پیوسته با قانون شکنی اوباشی مشغول بودند. اکنون آنها با پدر و مادرانشان در نزد قانون جواب میدهند. تمام. فهما؟ همه شما برید. پیش دروی. پیش دروی. Сазулоев Мурод Садулоевич помогает 244 قسمی بندهای عرضه کودکس ایمنیتی جمهوری تاجیکستان بنابر در کردارش موجود نبودن علامت‌های ترتیب جنایت ثبت کرده شده از خلال سود آزاد کرده.
دنیا به گوشهای شنوا درس عبرت میخواند و به دیدگان باز سیاه و سفید و کردار بد و نیک را نشان میدهد. و واقعا اگر هر کس در زندگی بداند که چی میخواهد و چی میکند، از بسیار گرفتاری ها ایمن خواهد ماند. پس قیاس می باید که این حکمت زندگی است.